بعد از آن ناظم گفتن که هو العذب، علم عذب گفتن. عذب شمشیری به نهایت تیز، یعنی شمشیری کند یا شمشیری عادی نه. علم هو العذب گفتن. علم، اگر علم چیزی معنوی هست، اگر ما اینو به چیزی حسی اگر ما مانند کنیم و مانند شمشیری تیز است، المهند از آهن هندی آماده شده است. یعنی هندوستان آهن‌های با قوت داشتن، آن آهن‌هایی که از هند تاجرها می آوردند و از آن شمشیر می ساختند، اون شمشیرها شمشیرهای با قوت بود، هم تیز است و هم هندی هست. لیس ینبو لیس یضعف، ضعیف نمی شود. و بعض علما در تفسیر لیس ینبو گفتند که یعنی این یک شمشیری که در وقتی زدن در جایی که شما نیت کردید خطا نمی کند، هم جایی که شما نیت کردید که همونجا رفته می رسد. شمشیر وقتی که فلان جاشو میزنم گفته نیت کرده، انا همونجا وقتی که روانه کردید شمشیر راهی کج انتخاب نمی کند، از سبب با قوت بودنی آهنی شمشیر. هو العذب، او شمشیر است و شمشیر تیز است، هندی هست، با در وقت زدن خطا نمی کند جایی شما نیت کردگی را. تصیب به مقاتل من ضربته، مقتل جای بعض اعضا هست که آدم نمیکشد، مثلا دست بزدید نمیمرد، انسان جراحت میگیرد، از عضو شاید محروم میشد ولیکن نمیمرد. لیکن هست موضع هایی که مقاتل میگن، جایی که به یک ضربه به قتل میرساند. اگر تو علم داشته باشی، علم شمشیری هست، تیز است، از آهن هندی آماده شده است، در وقتی زدن خطا نمی کند. وقتی که میزنی به مقتل میزنی، به مقتل به جایی که به سبب رسیدن شمشیر اما انسان هلاک میکند. مقاتل من ضربته، شخصی که میزنی جای جانش رو میزنی. یعنی وقتی که کسی به عقیده باطل، به مذهبی باطل، به فکری باطل مردم رو دعوت میکنه، تو علم داشته باشی گویا که تو با شمشیری تیزی که از آهن هندی آماده شده است و در وقت زدن خطا نمیکنی با آن میزنی و با در وقت زدن خطا نمیکنی با به جایی که او را به قتل میرساند به همان جا میزنی. گفته علم را به شمشیر مانند کردم.